چرا افسرده‌ای؟ چرا مضطربی؟ چرا ناراحتی؟ چرا قصه می‌خوری؟ به چی فکر می‌کنی؟ دیروزت که گذشت، تموم شد رفت هرچی بود. فردات هم که هنوز نیامده که ببینی هستی یا نیستی، چه میشه چه نمیشه، عالم برقرار هست یا نیست. همین لحظه‌ای که الان من و تو هستیم، حیات ما همین لحظه است. به همین فکر کن. اینم فکر کن که خدا هست، محمد و آل محمد هستند، حضرت بقیت الله و به وجودهی ثبتت الارض و السما هست. توکل کن بر خدا محکم. وقتی شیطان میاد سراغت، القا میکنه به این حالت ها رو، این وضعیت رو، بگو من صاحب الزمان حضرت مهدی رو دارم که از تمام حالات من مطلعه و از پدر مادر صدها میلیونها بار به من مهربانتره. چرا قصه بکنم؟ ما امام زمان داریم، حجت ابن الحسن داریم، عزیزان خدا رو داریم، بهترین چیزها رو در عالم ما داریم. چرا مضطربی؟ چرا افسرده‌ای؟ به چی فکر میکنی؟ اگر مربوط به دنیاست دست اوناست، اگر مربوط به آخرت باز دست اوناست. دنیا و آخرت ما دست اونهاست و ما بی کس نیستیم. مشکلات من و تو هم غیر از اون کسی نیست.